500 بار بهت گفتم BCAA، CLA، L-کارنیتین اینا رو قبل از تمرین حین تمرین نخور. بازم میگیم میخورم که انرژی بهم بده، اینا که هیچی، پدر جد اینم بهت انرژی نمیده. AIS انجمن تغذیه استرالیا هر سال داره تحقیق میکنه، برو نگاه کن کدوم یکی از اینا رو افزایش پرفورمنس 1% تاثیر گذاشته. قطعا هیچ کدوم. اگه دوست داری پولت با سیفون دستشویی سوپر ست بزنه، خب نوش جونت، هر کاری دوست داری بکن. بعد میاد میگه مربیه کرده تو کوله پشتیم، حالا بذار استفاده کنم، پولشو دادم. هر چیزی که بهت سود نمیرسونه الزامی نیست که استفادهش کنی. این از این طرف قضیه. برات توی کپشن مینویسم اثر دارونمایی چیه، بعد متوجه میشی اونی که میگی انرژی میده چیه، اون انرژی از کجا میاد، اینو متوجهش میشی. و اونایی هم که افزایش پرفورمنس داره، یعنی AIS هر سال داره اینها رو توی جدول پابلیش میکنه که افزایش پرفورمنس داره و تاثیر داره روی پرفورمنس، اونم برات مینویسم. تمام.